سلام بچه به کانال فوتوفند خوش اومدید. امروز قراره اسپرسو ساز مشکل داره. مشکلش هم گرفتگی لوله هاشه که میخوا بازش کنیم. ما طریق روش خونگیشو برای شما توضیح میدیم، امیدواریم استفاده کنید. میریم سراغ دستگاه. اول همه چی این دسته ای که قهوه رو همیشه داخلش میریزید یه سوراخ ریزی تهش داره، اینو بازش میکنی. اگه این البته یه چیزی خدمت ارز کنم که این به مدت طولانی اگه بهش استفاده نکنی این کپ میشه. اگه کپ بود یه ذره آب میریزی میذاری، یه ذره آب جوش که باز بشه. این مشکل ای که حل شد. بازم اگه مشکل تو سر جاش بود میری کجا؟ میری زیر دستگاه، اینو میذارید کنار، میری زیر دستگاه. زیر دستگاه یه پیچی داره با یه توری و یه سوپاپ و یه فنره. این معمولا همیشه رسوب کسانی که آب لوله میریزن داخل دستگاه گرفتگی داره براشون. بهتره که همیشه آب جوشیده یا آب مخصوصی بریزید داخل دستگاه. وقتی که اینو آوردید آچار انداختید باز نشد معمولا سفته. دستگاه رو روشن میکنید. روشنش که کردی یه مقداری داغ میشه، ولی توصیه میکنم این داغ دست بهش نزنید. این که داغ بشه راحت تر باز میشه. بازش که میریم سراغ باز کردنش. امیدوارم شما هم یاد بگیرید که دیگه هزینه ها الکی نکنید. بعد ای که داغ شد ای آچار میندازی، یه آچار دو سو میندازی بازش میکنی. بازش که کردیم مقداری اینجوری قشنگ نگاه کنید. ما اینو که بازش که کردیم یه پیچه با یه تور و یه فنر و یه سوپاپ پلاستیکی داره. اینا رو معمولا میای تمیزشو میکنی. قشنگ که تمیز کردی نگاه کنید رسوباتی که داره. تمیز که کردی آب میریزی داخل مخزنش، پمپشو میزنی. پمپو که زدی آتش خالا داخل لوله قشنگ میاد جلوش، دیگه بازه، سوپاپ نداره، میریزه زمین. وقتی که ریخ زمین اینو دوباره اول توجه کنید که این سر این سوپاپه باید رو به بالا باشه، اشتباه نبندید یه زمانی. اونو که بستی توری رو میزنی سر جاش قشنگ، پیچشو هم میبندی. این توریه دو جهت داره، سعی کنی سمت برجستگیش رو به بالا باشه. اینو که بستی پیچو میبندی سر جاش، بندی سر جاشو با پیچ گوشی سفتش میکنی. امیدوارم که لذت برده باشین.